ما هر چی داریم از الله داریم و ما بکم من نعمت فمن الله. هر چی نعمت در اختیار شما هست، هر چی ظرفیت در اختیار شما هست، همش از جانب اللهه. انسان‌هایی که فراموش نمی‌کنن که هر چی دارن از جانب اللهه همیشه شاکر هستن، ولی کسانی که فکر می‌کنن با مغز متفکرشون و قدرت بدنیشون و موقعیت اجتماعیشون و بازوی کلفتشون همه این ظرفیت ها رو خودشون برای خودشون ایجاد کردن و خداوند هیچ نقشی نداشته در رساندن این نعمت ها، اینها معمولا زبان شاکر نخواهند داشت، چون اعتقاد ندارن که اینا از جانب خداست. در نتیجه دچار غرور و توهم کاذب خواهند شد کسانی که با نعمت هایی که خدا در اختیار اونها گذاشته در مقابل خدا ایستادن، اعلام جنگ با خدا کردن، ولی وقتی که نعمت ها ازشون سلب میشه متوجه میشن که قدرت نگهداری این نعمت ها رو نداشتن، اصلا لیاقتش رو نداشتن. خداوند به همه میده، خصوصا دنیا، اما آخرت مال اونهایی که خدا دوستشون داره.